بچه‌ها این درسی نوبتی ماست اویدی برنامه ویژوال بیسیک. در این درس ما با یکی از تومچه‌های کماندوی نوبتی شناس میشویم که آنها نام دارند فریم. در اینجا میبینید فریم و بعد از آن چک باکس و بعد از آن اپتیون باکس، اپتیون باتن. اینها چی کارها را اجرا میکنن ما در این درس میبینیم. خب پیش از آنی که ما با آنها شناس میشیم با شما یاد چیز بگم که یکی از استفاده برندگان این سایتی ما یعنی یوتیوبی ما گفته بود که این برنامه ها رو ما میتونیم از کجا دسترس کنیم. مثال ویژوال بیسیک رو برای آسان شدن کار شما ما در این اپیزود همین ویدیو میمانم سیلکشا در تلگرام کانالمون. خب بیسیک برای کامپیوترهای 64 و 32 از زیاده موندگیم همچنین ویژوال بیسیک همون سیلکا در اومده شما میتونید که بگیرین همین فایل را برنامه ویژوال بیسیک و بیسیک. خب خیلی که باشه درس امروزمون رو آغاز میکنیم. خب یکم شناس میشم با انامین فریم. فریم چیست؟ فریم در لحظه های استفاده بردن شد که ما میخوایم یک چند علامت رو با گروپ ها تقسیم کنیم. برای تقسیم دادن یعنی گروپ بندی کردن یک چند علامت ها. خب برای همین درس ما آغاز میشه. خب سر کردیم فریم هم میگیریم در اینجا میمونه. ما توی ماچه اپتیون نگرفتیم. خب پوزیرش دیره توزش میکنیم. خب با بالای فریم پخش میکنیم میمونه. چون که میبینیم در بالا فریم نویسنده شده است ما در بالا این میتونیم دیم خب چیز رو نویسنیم یا خودمون چیزی که معقول باشد. برای گروه بندی کردن آبجکت ها این فلایتر است. خب در فریم یکم اگر این طرفی خاصیت ها رو نگاه کنیم در کپشن نویسنده شده است فریم. من در این کپشن می نویسنم. خب مثال چی در اینجا علامت های اریتمتیکی علامت اریتمتیکی با این ما زیر چی کار رو اجرا میکنیم با شما گفتم بگذاریم. نگاه کنیم ما چک باکس میگیریم. دوتا بگیرم برای فهموندن شما آسان تر شود. چک یکم چک دویم زمین بالا میمونیم نشان در برش. خب یک توگمچه دیگر میگیریم توگمچه کماندوی از این بار جو میکنم. خب در چک یکمی ما نامش رو تغییر میابیم. در کپشن من می نویسم مثال خب x در کوادرات در من نویسم x در کوادرات. این رو کانتر اسمتر میگیرم. خب در دویمش می نویسم مثال میگیریم مدول یا اینکه باز در قوس می نویسم مطلق. مطلق قوس می پوشونیم. x در کوادرات مدول. خب انا از اینجا یک تای دیگر میگیریم برای ریشه. خب ریشه کوادراتی
رشه کوادراتی از x. چقدر که میبینید ما 3 تا تکماچه های چک باکس گرفتیم. اکنون همین ها رو ما میبینیم. در اینجا باشد ما نتیجه رو پخش میکنیم. نامش رو میمونیم نتیجه. خب و بعدا تکماچه های نتیجه رو پخش میکنیم. از اینجا ما در جای کد نویسی همون نویسان رو سر میکنیم. اینها همشون با اپراتور if استفاده برده میشوند. برای همین ما از تکماچه if نیز آغاز میکنیم. یعنی از اپراتور if استفاده میبریم نویسندیم. زبان رو تغییر میدیم. if check یک if check یک value نقطه value برابر خوب و به checked then که در داخل آن ما می نویسیم. خب برابر ول تکست یک نقطه تکست های پایان می نویسیم برابر خب در کوادرات چقدر که میبینید این طرزی نوشتم، یعنی رو با کوادرات برداشتن رو هم ما فهمیدیم. خب در اینش می نویسیم تکستی سه نقطه تکست سه نقطه تکست برابر ب، یعنی نتیجه هایی که در اینجا باید شود. از دومش می نویسیم else if checked نقطه value نقطه value равняется VB then و به چکت می نویسنم. خب من اینها رو در آب اینجا میارم برای کارم آسان شدن. خب در اینجا با ما علاقه مطلق در کراست مودول دویمش مودول بود و من در اونجا اون نویسندم، هیچ گپ نیست. خب می نویسنم ABS در داخل قوس نشو هم دیدیم. من اکنون بر رشه کوادراتی میگذاریم.
همه اینها رو گیریم. کپی یعنی سیو به چکت زن با جای همین ABS ما می نویسیم SQR خب and if ما اینها رو نویساندیم. اکنون برنامه رو با کد در آورده میسنجیم. در اینجا مثال من می نویسونم 16. خب در اینجا من پخش میکنم x در کوادرات رو. نتیجه 16 در کوادرات 256. خب می نویسونم مودو. در اینجا x در کوادرات رو میگیریم از نقطه‌چه خود و مودولیون هم 16. برای مدل رو سنجیدن که 16 درسته یا نه در پیش این ما مینوس میمونه. نتیجه 16. اگر مینوسی 17 هم مونه خب مثال میگیریم مینوسی 15 نتیجه درست 15. خب 16 رو مینویسونیم برای درستی ریشه کوادراتی رو سنجیدن. ریشه کوادراتی از x نتیجه 4. چل که میبینید برنامه ما کار میکند. خب در این درس گفتیم یک بار تکمچه دیگر رو نیز با شما کار میکنیم که این نام داشت این باتن اپتیون باتن با آن وقت نمان. خب درس آینده حتما آن رو هم با یکی از تکمچه های دیگر با شما گفته میگذاریم. سربلند و خانه آباد باشید تا درس های آینده.